با نام خدا، درود و صلوات به فرستاده او، سلام و درودی به پایان برادران و خواهران عزیز. بعد چند قدر نبودن من در یوتیوب با سعی کوشش کردیم که هفته یک مرتبه در خدمت شما باشیم و منفعت شما و ما در دنیا و در آخرت داشته باشیم. قصه امروزه ما درباره مردی هست که 20 سال مادرش در پشتش گرداندگی است. عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما روایت میکنند که حضرت در موسم حج میکردند. عبدالله ابن عباس به همه معروف بود، همه میشناختنش که یک عالم خیلی بزرگ بود. در وقت حج کردنش دید که یک مرد در پشتش مادرش برداشته حج میکنه و به مردم میگه که ای مردم، شما را بدانید که من برای مادرم به مانند یک سواره هستم. سواره اون وقت مثلا خر، شتر، اسب و اینا بودن. از اونم بالاتر، چون که در سواره بعضا وقت گپ تا گوش نمیکنن، مثلا میگوی راست یا چپ، شاید عکس بروند. اما من از اونا در بالاتر برای مادرم هستم، چون که مادرم اگر بیست بگه میستم، بره بگه میرم. هیچ وقت سرپیچی از فرمان مادرم نمیکنم. من از چارپا دیده برای مادرم خدمت زیادتر میکنم، یعنی سواره تیار برای مادرم هستم. و دید که مردم عبدالله ابن عباس همه میروند زیارتش میکنن و از ایشان سوالای خودشون میکنن که یک انسان فقیه بودن. این مردم میروه سلام علیکم و رحمت الله میگه و عبدالله ابن عباس هم باشه چی سلامش علیک میگردانه. از عبدالله ابن عباس میپرسه که ای یاری رسول الله، من 20 سال میشوه مادر من در پشتم میگردانم و هر موسم حجش میگیرم میارم و طواف خانه خدا میکنم و حج فرضی را به جا میارم. بعضا وقت اگر قضای حاجتش بیایه، ما درها مکان مناسب پیدا نکنیم، در پشتم قضای حاجت میکنه. هیچ وقت از پشتم پایانش نمیفرارم. اگر ما با شتر مادر ما بیارم، پاش کار نمیکنن، در بالای شتر ایستاده نمیتونه، شاید بغلطه یا این کار میبندیم در شتر که این برای مادرم روا نمیبینم. ای همین سبب مادرم از یمن صدها کیلومتر دورتر از سعودی با پشتم میگیرم حجش میارم. سوال اینجا است که ای یاری رسول الله، آیا من خدمت مادرم به جا آوردم؟ یا اگر من همین رفتن بگیرم خدمت مادرم به جا آوردگی هستم؟ عبدالله ابن عباس گفت نه. والله قسم گفت نه. یک آهی که مادر در وقت تولدش کردم برای تو کشیدگی، او را هیچ وقت برگردانده نمیتونی. ابو هریره رضی الله تعالی عنه از پیغمبر خدا روایت میکند که نزد رسول خدا آمد و از او پرسید که کی حق زیادتر بالای ما داره، با کی خوبتر معامله کنم؟ پیغمبر خدا علیه السلام گفت که مادرت. 3 بار میگه او مرد تکرار کرد که باز کی؟ گفت باز مادرت. باز کی؟ باز مادرت گفت. بعد چی؟ گفت پدر تو و اون نفرانی که در تو حق دارند. یک نفر دیگر از نزد رسول خدا علیه السلام آمد، گفت ای رسول خدا، شما امر به جهاد کردین، من آمدم، اما در خانه معنا همی است که در خانه مادری پیره، چیکار کنم؟ پیغمبر خدا علیه السلام گفت که برای خدمت پدر و مادر تا بکن، گویا تو جهاد کردی. این فضیلت های بزرگ نسبت مادر الله از آسمان به ما امر کرده است، رسول خدا امر کرده است، صالحین به ما نصیحت کردند. درست اما مادری که وقتی که از روسیه تماس میگیری،
تو امروز رفته 6 سال شد 5 سال شد کمتر دنیا را کشاتر دیده گویا پیشرفته تر شده مادر تا تماس میگیری در دهات با همون لباسای دریدگیش نمیدانم انا 50 ساله است 60 ساله است تا حال خدمتی پدر تر میکنه خدمتی فرزندای تر حتی میکنه با همون لباسای جزیر با همون لباسایی که در دگدام بود در گاوجوشی بود در کجا بود میآیه نزد تو با همون شیوه مادریش با همون انا واقعیتی که در دلش داره با تو صحبت میکنه بعضا وقت میگه که مادر مرا بینی چه خیلیه بعضا وقت شاید شرم بکنی که چی همین مادری ما در دیگران نشانش بتی برای چی برای تو شده او فیگورا نگفت تنه نگفت شب و روز عقیب تو دوید خنکی را خنکی نگفت گرمی را گرمی نگفت شرایط امروز تاجیکستان همه ما میدانیم همه چیزا برایش تو کرد که تا آینده بزرگ بشه یک مرد بشه تکیهگاهی او بشه اونایی که دخترایی که نمیدونم خواهرای ما امروز صنف 10 11 شدن شرم میکنن که مادراشون در تلفناشون به دیگران نشان بدن برای چی برای که نمیدونم شکل مادرشون با او که او میخواه او نیست اگر مادری تو ای خواهر ای برادر اگر مادری تو او خی کسمتی که میکرد که رنگ معلم یا که رنگ دیگر آدمایی که تو میبینی در تلویزیون اگر خوشروخش نگاه میکرد تو خیلی تربیت نمیافتی تو را به دنیا نمی آورد دادرها و اکای تو را به دنیا نمی آورد بخشیش باشه فیگور میگفت و دیگه چیز میگفت این چیزا را اهمیت میداد شما به دنیا نمی اومدین اونا بابی و مامی تو که از مادر تو راضیان بر وقت شما از او جدا زندگی میکرده شما یه بار پرسید که برای چی تا امروز قطعی همراه بابی و مامتون زندگی میکنه سبب اوه که مادر شما به خاطر شما تحمل کرد خدمت شما را پدر شما را و خدمت بابی و مامی شما را کرد که امروز بابی و مامی شما از مادرای شما راضی اند امروز یک فامیلی یک عائله خیلی کلان داره سبب همین است از صحابه پرسیدن که ما احسان یعنی خوبی به مادر چی است صحابه جواب دادن که خوبی به مادر خیلی زیاد است خیلی زیاد است که ساعت ها باید درباره خوبی ها برای مادر صحبت بکنیم اما گفتن بدی نسبت پدر و مادر چی است یعنی کدام وقت میتونه که آدم آقی پدر بشه یا که آقی مادر بشه گفتن اگر لباس انسان به سوی پدر و مادرش بتکه و این چنگ با پدر و مادرش برسه حکم آقی پدر حکم آقی مادر داره اوه که زنگ میزنی ای اوچه بیزار کردی ای اوچه برای کاری خطا کن جروح ما آمدگه برای اوقات کن توی را بدان که خطر آقی پدری و آقی مادری داری خداوند این گناه نمیبخشه خداوند گناه های زیاد نمیبخشه اما این گناه نمیبخشه رازگی پدر و مادر بسیار مهمه الان مادری که تو را 9 ماه در شکمش کلان کرد الان مادری که تو را به یک آرزو و هوس به وی رساند دوام قصه همون مرد که گفت چرا گفت من 20 سال مادر ما در پشت میگردانم و خدمت او را به جا نآوردم تا حال عبدالله بن عباس گفت تو مادرت در پشتت میگردانی و انتظار اویی که امروز یا پگاه مادر رو میبره به خدمت چه بکنم یعنی که تقریبا تخمین میزنی که 10 سال 5 سال بعد این مادر رو میبره با همون امید میگیری چی خدمت چه به جا میاری اما مادری تو را 20 سال 30 سال 40 سال به ویا میرسانه هیچ وقت در فکرش این نمیاد که فرزندی من میبره من تربیتش کنم هیچ وقت والله قسم یگان مادر در روی دنیا این فکر نمیکنه که من فرزند ما تربیت کنم که روز پگاه میبره یگان مادر این فکر نمیکنه فرزند وقتی اگر خدمت مادر پدر کنه به همین نیت میکنه که امروزن یا پگاهند همه این گپ ما میشنویم امروزن یا پگاهند به خدمت شونا بکنیم
قسم به خدا مشکل رزق داری، قسم به خدا مشکل با زن داری، مشکل در جای کار داری، مشکلی در علم داری، مشکل در سواد داری، مشکل در ذهن داری، مشکل در زندگی داری، برای طرف مادرت. اوایی که این فرصت دارین برین ای مادرها دعا بگیرین. همون دعای ساده ای که مادر میکنه، میگه بچم خار دنیا و آخرتت نکنه، خدا بیروزید نکنه، خدا بچم نگهبانون باشه. این که به عربی دعای دور و دراز نمیکنه، میره یک کس 50 سومیتی 100 سومیتی 1 ساعت به عربی دعا میکنه. دعای صافی مادر ای است که 2 کلمه میگه بچم ساق رفتی سلامت بر بگردی، خدا در پشت پناهت. از این بهتر دعای دیگری نیست. برای همین این فرصت ها را از دست ندین. دعای پدر و مادر را همیشه بگیرین، خدمت پدر و مادر را بکنین و الله قسم او جوراها او یار و رفیقی که مادری ترا به خاطر عادی بدنش، به خاطر مادری واقعی بدنش نمیدونم مسخره میکنن، از اونا دور بشین. و الله قسم از اونا دور بشین. اونا شما در نیم راه میپرتوان، اصلا نیم راه هم نمیروند. اونا اصلا قدر قیمت مادری ترا که ندانستند از ترا هیچ نمیدانند. با انمون مادری که پیچه هاش سفیده، گاه وقت گپ میزنه دهن دندان نداره. درسته که امروز رفته تو با ایایی که در آلمانه ایارم شما هم دخل داره، در اروپا اینجا امروز آمده شما کم در جهان بینیتون کلان شید، فکراتون دیگرگون شید. درسته که مادر در دهات همون فکر دهاتی خودش قطعی میمانه، معنی او را نداره که او عقیب مانده است. به خاطر ما، به خاطر تو او همون حیات اختیار کرد. با اونا خوش معامله باشین. خداوند در قرآن ما را میگه که با آنها اوفی لکما نگین یا اوفی لهما، یعنی با شما اوف نگین، با یک چهره ای که یعنی ناخوش با اونا نظر نکنین وقتی اونا شما را یک کار میگن. و در آخر تمام او را دارم که باشد که خداوند تمام پدر و مادران را در بالای فرزندا تا وقتی هستند نگهبانشان باشند. و خداوند این برادرایی که امروز تیک تاک و یوتیوب و اینستاگرام اینا را محو کردگیان، پدر و مادرای خودشون شرم میکنن صورتاشون در تیک تاک و در اینستاگرام پرتوان، افتخار کنن که انمی پیچه سفیده که میبینه دندان نداره، روش کرم نداره، میانش خم گشتگی، انمی مادری مای. انمی خیلی شجاعت دلیری واقعیت برای ما خداوند نصیب بکنه. جوانای امروزه ما 1001 سبحان الله زنهای نیم برهنه و اینا را لایک میمونن، پدیلیت میکنن، حتی میگن صفحه اینترنتی خودشون میپرتوان، اما یک تاش آماده نیست. مادری خچه، پدری واقعی که در بالای خر سواره نمیدونم تا حاضر برای خانگیشون او میکشه، هیچ کس آماده نیست که اونا را پرتوه، عکساشون را پرتوه. و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. شما را به خداوند منان می سپاریم تا ویدیوهای دیگر. الله در حفظ و پناهتان تمام مادرها را نگهبان باشه. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.